سلام عزیزم، تمرینات صفحه 10 رو میخوایم با هم بررسی بکنیم. رسم اینا رو برات گفتم که بیای عبارتی که همراه x هست رو مساوی 0 بزنی. این رو مساوی 0 بزنم x هم میشه 1. میبرم جایگذاری میکنم. مرکز تقارنم 1 و منفی 1 میشه. درسته؟ اینجا که 0 شد جایگذاری کردم شد منفی 1. اسم اینو گذاشتیم برای درجه 3 اسمشو گذاشتیم مرکز تقارن، ولی برای سهمی و قدر مطلق و اینا اسمشو میذاشیم رأس. 1 و منفی 1 رو مشخص کردیم و گفتیم دست راست نمودار، دست راست میشه ضریب نهایی x به توان 3 که مثبت هستش. پس دست راستم بالا هستش و یه نمودار لرمانندی میکشم که از اینجا رد بشه، از این 1 و منفی 1 رد بشه. برای اطمینان 0 رو هم جایگذاری میکردیم، میشد 0 رو اینجا بزن، این رو بزن 0 میشه منفی 1 منهای 1 میشه منفی 2. پس این عددی که اینجا برخورد میکنه نمودار با محور y منفی 2 هستش. این رو اکثرا می‌نویسیم محل برخورد با محورها رو. حالا اینجا استفاده هم نکردی، فکر نمی‌کنم اهمیتی داشته باشه. دامنه و بردش رو مشخص کن. اوکی، دامنش میشه همون r از منفی بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت. بردش هم والا کل محور y گرفته، پس بردش هم همون r میشه. نمودار بعدی رو اگه بخوایم رسم کنیم به همین روشی که بهت گفتم، بیا این رو مساوی 0 بزنیم. x مون میشه منفی 2، پس مرکز تقارن میشه منفی 2 و حالا منفی 2 رو بزنم این میشه 0. پس یه منفی 2 بیرون میونه فقط. منفی 2 و منفی 2 مرکز تقارن یه همچین چیزی هستش. حالا دست راست باز هم اینجا بالاه، دست راست بالا. 0 رو بزنم، 0 رو بزنم میشه 8 منهای 2 میشه 6. پس یه همچین چیزی میشه. نه، شدتش بیشتره، شدت بالا رفتنش واقعا بیشتره. یه لر اینجوری میکشم. حالا رسم من درست نیست. چرا درست نیست؟ چون من بهت گفتم 0 رو جایگذاری بکنی 6 به دست میاد. جایگذاری کن 0 به اضافه 2 به توان 2 به توان 3 8 منهای 2 6. پس این نقطه برخورد 6. حالا نمودار من خیلی خوب در نیامده. باز هم دامنه و بردش r هستش، هر دوش r. رسم چند ضابطه والا این مربوط به دهمه. اینجا فقط چرا آوردتش؟ چون میخواد سودی نزولی و ثابت بودنش رو بررسی کنیم. پس این یه خطه، این یه خطه، این یه خطه. اگر بخوای خطها رو دقیق رسم کنی خب برو نقطه یابی بکن. اگر هم همین جوری نقطه شکست رو جایگذاری بکن. من میرم نقطه یابی میکنم که اشتباه نشه. یه موقع x و y یه منفی 4 تو خالی دارم، یکی از منفی 4 کوچیک‌تر میزنم، مثلا منفی 5 رو میزنم. اینو من معمولا می‌نویسم رهاست. چیزی که خودم جایگذاری میکنم روش می‌نویسم رها. خب جایگذاری بکنیم. این میشه 10 منهای 3 7. این هم میشه 8 منهای 3 5. بیا اینو رسم بکنیم. منفی 5 و 7 این بالاها میشه منفی 4 و مثلا 7 این 5. جا نمیشه، نمیدارم خوب نیست. این تو خالیه، این سمت رهاه. اینجوری بازه بعدی رو جایگذاری کردن نقطه یابی نمیخواد چون همش 3. پس توی منفی 4 یه عدد 3 تو پر دارم، در 2 یه عدد 3 تو خالی دارم. این تابع ثابت هست. این دیگه این تو خالی. تأکید کنم که تو خالی تو اشتباه نکنی. برای بازه بعدیم باز میام نقطه یابی میکنم. x و y یه دویی دارم تو پره، یکی از 2 بیشتر، مثلا 3. اینو چون خودم زدم رها نوشتم رو بالاش، رو کلش. 2 رو بزنم 3 دوتا 6 منهای 2 3 3 تا 9 7. پس در 2 باید 4 رو بزنم تو پر، از 2 بیشتر مثلا 3 رو زدم دیگه شد 7. رها از روش رد میشه میره بالا. نمودارم به این شکل شد. پس گفتم واقعا رسم نموداره مربوط به امسال نیست، فقط
الان میخواد صعود نزولی بودن و اینا رو از تو بپرسه. تابع در این بازه نزول کرده، اینجا تابع ثابت هستش و در این بازه صعود کرده. اگر هم میخوای بازه ها رو بنویسی به این شکل می‌نویسیم، به این شکل: نزول، ثابت رو هم صعودی هم نزولی هم نوشتم برات. و بعدی که داریم، بریم سوال بعدی. یه نموداری اینجا داریم بهمون گفته در چه بازه، بگو در چه بازه های صعودی در چه بازه های نزولیه. بهت گفتم که میایم سمت چپ وای میسیم، اینجا وای میسی، نگاه میکنی، میبینی از اینجا صعود کرده تا اینجا. ببین از اینجا صعود کرده تا اینجا. اگه میخوای صعودی خالی بنویس تا اونجا بنویس، اگه میخوای صعودی اکید بنویس تا اینجا اکید شده. درسته؟ پس بیا اینجوری بنویسیم. اینجوری گفتم کنترل سی وی. پس دارم آموزش نکات کیبورد، نکات میانبر کیبورد رو هم بهت میگم. کنترل سی کنترل وی. گفتم یا بنویس -6 تا 0 صعودی اکیده، یا بنویس -6 تا 2 صعودی خالی. دیگه 0 تا 2 رو میخوای بنویسی ثابت، میشه ثابته، میتونی جدا کنی، میتونی جدا نکنی. میتونی این رو بنویسی 0 تا 4 نزولی خالی. پس این تیکه رو میتونی عوض کنی، بقیه رو نه. نه دیگه این تیکه رو نمیتونی عوض کنی. اینم که تکراری بود. پس اگه این دو تا نقطه رو به این شکل جدا میکنی باید صعودی خالی و نزولی خالی بنویسی. بریم سوال بعدی. سوال بعدیمون رسم نمایی و لگاریتمی. اوکی، این رو در 11 خوندی. رسم سریع اینا رو در ویدیوهای 11 دارم. اگه هم رسم نقطه به نقطه یابی و هم رسم سریعشون رو اگه لازمشون داشتی کل لگاریتم و تابع نمایی رو برات دارم. میتونی درخواست بدی که برات بفرستم، ولی اینجا که بخوام سریع این رو رسم بکنم، ببین من میگم که این تابع نمایی هم یه باند فرودی داره، این تابع لگاریتم هم یه دیواری داره. باند فرود اینجا y مساوی -2 عددیه که بیرون از همه چیزه، مربوط به y، همراه x نیست. باند فروده چیزی که همراه x نیست. پس -2 رو اول میام این رو رسم میکنم. بیا یه y مساوی -2 میکشم. حالا میام نقطه یابی میکنم، مثلا 0 رو میزنم به تابع، یا اصلا کلا سریع رسم میکنم. ولی تو اگه میخوای میام این رو برای تو نقطه یابی میکنم. بیا x و y، x رو 0 جایگذاری کنم، 2 به توان 0 منهای 2. هر عدد به توان 0 1 میشه، پس این میشه 1 منهای 2 شد -1. 0 و -1 این 2 بودا، این -2 بود، این نقطه میشه. میتونم بگم سریع تابعم رو صعودی رسم میکنم بره. میتونم هم یه عدد دیگه جایگذاری بکنم، 1 رو جایگذاری بکنم، 2 به توان 1 منهای 2 میشه 2 منهای 2 شد 0. پس 1 و 0 رو هم دارم، 1 و 0 اینجاست. 2 تا نقطه از این نمودار رو به دست آوردم، وصلشون میکنم به هم دیگه. ولی این تابع نمایی دیدی دیگه، پارسال حتی اگه درس هم نخونده باشی دیدی نمودار این رو، مثل خط نیست، مثل یه هواپیمایی که یا صعود یا پرواز میکنه یا داره فرود میاد. حالا این هواپیمای من اگه از سمت چپ نگاهش کنم، از سمت چپ نگاه میکنید و همیشه دیگه، اگه از سمت چپ این رو نگاه کنم دارم میبینم داره چیز میکنه، پرواز میکنه. پس این رو میفرستم بالا بره پروازش رو بکنه، این تیکش رو میام نزدیک میکنم به مجانبش، بهش میگن مجانب. به این شکل نمودار رو رسم کردم. گفته در مورد یک نواییش بحث کنی، میام میگم والا چیزی که من دارم میبینم از سمت چپ دارم نگاهش میکنم، این تابع صعود کرده. درسته؟ در آر صعودی اکید است.
حالا تابع لوگاریتمی رو میخوام رسم بکنم. این تابع لوگاریتمی گفتم دیوار داره، یه دیواری داره که عبارت همراه x هستش. همراه x چی دارم؟ هیچ. پس چون همراه x هیچی ندارم، x مساوی 0 دیوارم هستش. اول میام دیوار رو رسم میکنم. بیا بازم میگم لوگاریتم رو، ویدیوش رو 0 تا 100 لوگاریتم رو اگه خواستی به هم بگو. اگرم که کل 11 رو داری که اونجا همه رو گفتم. خود x مساوی 0 رو رسم میکنم. بیا خود x مساوی 0 رو رسم میکنم دیگه. میام نقطه یابی میکنم. میتونم سریع رسم کنم بگم این تابع نزولیه ها، اینا رو هم برات گفتم در 11 ولی مثلا میگم تو بلد نیستی یا تازه داری اینا رو یاد میگیری، میام جایگذاری میکنم دیگه. فقط حواست باشه برای تابع نمایی هر عددی دلم خواست میتونم جایگذاری کنم، هر عددی دامنش آره. ولی برای تابع لوگاریتمی یه محدودیت هایی دارم. مثلا بغل لوگاریتم رو نباید 0 جایگذاری بکنم، نباید عدد منفی جایگذاری بکنم، عدد مثبت فقط باید جایگذاری بکنم. بغل لوگاریتم باید یه چیزی بذارم مثبت بشه، نه که عدد مثبت بذارم. باید یه چیز بذارم x داخل بغل لوگاریتم مثبت بشه. بعد یه چیز دیگه هم هست که باز هر عددی، مثلا من اینجا 5 رو بزنم میشه، ولی لوگاریتم 5 در مبنای 2 رو که بلد نیستم، ماشین حسابم که دستم نیست. پس باید چیزی رو بذارم که لوگاریتمش رو بلد باشم. مثلا من 2 رو میذارم. 2 میشه لوگاریتم 2 در مبنای 2. 2 در مبنای 2 رو بلدی دیگه، 1 میشه به اضافه 2. پس شد منفی 1 به اضافه 2 شد 1. در عدد 2 باید 1 بزنم. یه نقطه به دست آوردم. یه نقطه دیگه هم میخوام، مثلا 1 رو بزنم. میتونم. چرا؟ چون میشه منفی لوگاریتم 1 لوگاریتم 1 در مبنای 2. لوگاریتم 1 همیشه 0. پس به اضافه 2 یعنی 0 به اضافه 2 شد 2. پس در عدد 1 باید عدد 2 رو مشخص کنم. 1 و 2. باز نمودارم رسمش ساده است. این دوتا رو بس میکنم به هم دیگه، ولی دیگه مثل خط نیست. این یه دیواری داره که داره بهش نزدیک میشه. تابع لوگاریتمی وارون تابع نمایی هستش دیگه. اینا رو در 11 خوندی. حالا در مورد یک نواییش بخوای بحث کنی، میای اینجا وای میسی در سمت چپ. در سمت چپ که وای میسی میبینی این نموداره در بازه دامنش 0 باز هست. 0 باز هست، حواست باشه. و مثبت بی نهایت چیکار کرده؟ نزول کرده. خوب شد. بریم سوال بعدی. توابعی که همراه قدر مطلق هستن مهم هستن. ببین در درسنامه همین ویدیو قبلی هم بهت گفتم اگه یه تابعی داشته باشه ترکیبی باشه همراه با قدر مطلق باشه، حتما باید در ریشه قدر مطلق بشکنی. خب در ریشه میشکنم، این رو ریشهش چقدر؟ 0. پس میگم تابع من f(x) ام یه x2 در حالا داخل قدر مطلق رو باید تعیین بکنم. این رو در بزرگتر از 0 و کوچکتر از 0 شکل میکنم. بهت گفتم که وقتی در ریشه شکستی، در ریشه قدر مطلق شکستی، داخل قدر را تعیین کن که خودش میشه یا چی میشه؟ قرینه اش میشه. را تعیین کن. خیلی بد می‌نویسم. میخوام مرتب‌تر بنویسم. اینجوری بهتره. گفتم ایکسی که بیرونه، متغیری که بیرونه اصلا باش کاری نداری، فقط داخل قدر مطلق رو بیا بگو خودش میشه یا قرینه‌اش در اون بازه‌ای که شکستی. حالا ایکس های بزرگتر از 3 اگه بزنم داخل قدر مطلق مثبت میشه. پس این خودش رو می‌نویسم، پایین قرینش رو می‌نویسم. حواست هست اینا در هم دیگه دارن ضرب میشن. پس اگه بخوام تابعم رو جمع و جور بکنم، برای بالایی میشه x به توان 3، برای پایینی میشه منفی x به توان 3. و الان من میخوام نمودارش رو رسم بکنم. میخوای نقطه یابی بکن، میخوای سریع رسم بکن، فرقی نداره. 0 رو مثلا میخوای نقطه یابی بکنی، من نقطه یابی رو دوست ندارم. 0 رو بزنم 0 میشه، 1 رو بزنم 1 میشه.
پس 0 و 0 1 و 1 وصل میکنم به هم دیگه مدل x به توان 3 لر. برای پایینی باز هم x و y 0 و منفی 1. 0 رو بزنم 0 میشه، منفی 1 رو بزنم منفی 1 به توان 3 میشه مثبت، میشه منفی 1. یه منفی هم پشت سرش داره، میشه مثبت 1. این رو حواستو جمع کن، اشتباه نکنی. پس منفی 1 رو زدم باز مثبت 1 شد و نمودارم اینجوری میشه 2 تا تیکه لر. یه لر رو به پایینه اینجوری، اون یکی لرم رو به بالای، یه دستشون بالایی دستشون پایینه. این تیکه هاشون به هم دیگه وصل شدن، شبیه به نمودار x2 شده وگرنه نمودار x2 نیست. فقط حواست باشه این تیکه نرمه چون اینو تیز نیست. این رو در بحث کاربرد مشتق لازم خواهی داشت که نمودارت در این نقطه مشتق پذیر هست یا نیست، نرم هست یا تیز هست. اگه تیز بود مشتق پذیر نمی‌بود. حالا گفته در این بازه نزولی حداکثر مقدار آ چقدره؟ والا 0. آره دیگه، تا 0 اومده نزول کرده، بعد از 0 رفته به بالا، پس این عدد 0. سوال بعدی چی داریم اینجا؟ تابعی مثال بزنید در دامنش اکیداً صعودی، تابعی مثال بزنید در دامنش اکیداً نزولی باشه. خب همون x3 و منفی x. والا به خود بیا اکیداً صعودی باشد y مساوی x به توان 3. حالا تو میخوای بهش مخلفات هم اضافه کن، به اضافه 1 به اضافه 2 هرچی. اکیداً نزولی باشد منفی x به توان 3 ضریب درجه 3. حالا تو میخوای یه چیزی بهش اضافه کنی، انتقال و اینا رو بدی، ولی حواست باشه دست راستش پایین باشه، دست راست این تابع درجه 3 پایین باشه. نمودار تابعی رو رسم کنید که در این بازه ها اکیداً صعودی باشه ولی در R اکیداً صعودی نباشه باشه. خب من میخوام چی رو بکشم؟ میخوام نمودار منفی 1 بر x رو بکشم، y مساوی منفی 1 x تابع هموگرافیک که نمودارش اینجوری میشه. ببین 1 رو جایگذاری بکنم میشه منفی 1 اینجا میشه، منفی 1 رو جایگذاری کنم میشه مثبت 1 اینجا میشه. حالا چرا این نمودار رو کشیدم؟ درس نامه رو یادت اینجا بهت گفتم. صبر کن بریم روی درس. بیا پایین. آهان اینجا صفحه 8. یادت صفحه 8 این رو اومدم بهت گفتم این رو دقت کن. این خود تابع y مساوی 1 x. این تابع y مساوی 1 x. این تابع هموگرافیکه. خب این تابع هموگرافیک در کل دامنش نزول نمیکنه بلکه بازه به بازه میتونی بگی نزول کرده. بهت گفتم این نقطه پایین تا بخواد بره بالا صعود کرده، پس کلا نزولی نیست، تیکه تیکه باید بنویسی. این خود 1 x که 1 x تیکه تیکه نزولی هست. حالا این تمرین از من خواسته با نموداری بنویسم که در هر کدوم از تیکه هاش صعود کرده باشه. پس من اومدم یه منفی بهش زدم که برعکس اون بشه. اینجا صعود کرده، اینجا هم صعود کرده، ولی در کل آر اکیداً صعودی نیست. پس این مهمه، مثل همون چیزی که الان بهت نشون دادم. این مهمه، مشابه نمیدونم کار در کلاس بود چند بود صفحه، الان صفحه‌شو می‌نویسم برات. خب اینم از تمرین صفحه 10. بحث بعدیمون ترکیب توابع هستش. فعلا تا اینجا کافیه، خسته نباشید.